سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. ادامه چالش 21 روزه توسعه فردی. امروز روز دهم هستیم. موضوع امروزمون کنترل افکار منفی. دوستان، ایجاد فکر توی ذهن ما کاملا غیر ارادیه، بر اساس مدل زندگیمون، تجربه های زیستیمون، مدلی که زندگی کردیم. این افکار توی ذهن ما ایجاد میشن و اصلا ما کنترلی نمیتونیم روشون داشته باشیم. روزی هزاران فکر توی سر ما ایجاد میشه، ولی ما میتونیم با یه سری تکنیک های راحت کاری بکنیم که این فکرهامون رو بتونیم مثبتش کنیم، یعنی فکرهای منفیمون رو آروم آروم با تمرین و تکرار زیاد مثبت بکنیم. چطور؟ اینکه ما توجه به اون فکرها نکنیم، یعنی درگیرشون نشیم. ما از کجا میفهمیم درگیر یه فکر شدیم یا نه؟ وقتی فکر ما ایجاد میشه، اگر ما از اومدن اون فکر عصبانی میشیم یا غمگین میشیم، ناراحت میشیم، یعنی اون فکر روی ما تأثیر داره و توی زندگی ما هم اثر داره. ولی اگر این فکر میاد یک اتفاقی در گذشته اومده افتاده که ما رو آزار داده و این فکرش الان توی ذهن من میاد، اگر این فکر میاد عبور میکنه و من هیچ ناراحتی بابتش ندارم، یعنی اینکه اون فکر اثری توی زندگی من نداره. من تجربهش رو یاد گرفتم و اون اتفاق رو رها کردم. بهترین حالتش همینه که اتفاقاتی که توی زندگی ما افتاده، ما تجربه و یادگیریمون رو از اون اتفاق داشته باشیم و اون اتفاق رو رها کنیم. گذشته و ما باید بتونیم توی زمان حال زندگی کنیم، برای امروز و آیندهمون زندگی بکنیم. پس برای اینکه بتونیم افکار منفیمون رو کنترل بکنیم، اینه که اول که یاد بگیریم درگیر فکرهامون نشیم، یعنی بابت فکرهایی که میاد عصبانی یا ناراحت نشیم. خب بعد اینکه بیایم افکار مثبت، یعنی باورها و فکرهای مثبت و اتفاقاتی که دوست داریم توی زندگیمون بیفته رو اگر توی ذهنمون میمونه که چه عالی، اگر نه یه لیستی ازش تهیه بکنیم، چندین بار بخونیمش، ببینیمش که ملکه ذهنمون بشه. وقتی یه فکر منفی میاد ما رو درگیر میکنه، خودمون خواسته به اون افکار دلخواهمون فکر کنیم، به اهدافمون فکر کنیم، برای اینکه مثلا اگر میخوایم به این هدف برسیم چه کارهایی باید بکنیم، چه مقدار زمان بذاریم و چه تلاشی رو براش بکنیم. این کمک میکنه ما بتونیم افکار منفیمون رو آروم آروم حذف کنیم. هر چقدر ما بتونیم افکار مثبت بیشتری داشته باشیم، مثبت نگری بیشتری داشته باشیم و اعتقاد و ایمان به این داشته باشیم که یک نیروی برتری هست که هر لحظه ما رو هدایت میکنه، حمایت میکنه، این کمک میکنه ما راحت‌تر بتونیم افکار منفیمون رو کنترل بکنیم، کنار بذاریم و جایگزین کنیم با افکار مثبت. پس ما برای فکرهای منفیمون کاری نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم افکار مثبت و دلخواهمون رو جایگزین اونها بکنیم. اگر موفق بودید که بتونید فکرهای منفیتون رو جایگزین بکنید با فکرهای مثبت، حتما برای ما هم کامنت کنید و بنویسید که تو این چند روزی که این چالش بوده آیا براتون مفید بوده، کمکی بهتون کرده یا نه، که توسعه فردی رو ادامه بدیم و بتونیم موفق‌تر بشیم. دوست دارم که چالش‌های شما رو در موردش صحبت کنیم که مفید و مؤثر باشه. متشکرم، موفق باشید.